سلام و وقت بخیر. برنامه نوبتی جهان در جهان‌نماست منظور شما. در این برنامه در موافقت با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تغییرات کادری در هیئت راهبری دستگاه مرکزی وزارت کارهای داخلی، ریاست و شعبه‌های وزارت کارهای داخلی در یک قطار شهر و ناحیه‌ها عملی گردید. از جمله معاون وزیر کارهای داخلی، راهبر دستگاه وزیر کارهای داخلی، سرداران ریاست امنیت داخلی، ریاست مبارزه بر ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر، واحد مخصوص، قسم منطقوی ریاست کارهای داخلی ولایت قفلان در گروه ناحیه‌های کلاب، هماهنگساز ملی عاید به اصلاحات میلیسیا، سردار بیوروی ملی مرکز اینترپل، سرداران شعبه‌های وزارت کارهای داخلی در شهر و ناحیه‌های کلاب، عبدالرحمن جامی، فرخار، خاولین، تیمور ملک، جلال‌الدین بلخی، وحدت، رودکی، فیض‌آباد، خوجند، جبار رسولوف، بوستان، ظفرآباد، اشت، شعبه‌های وزارت کارهای داخلی در شهر اسفره، ناحیه باباجان غفوروف، رشقلعه و ناحیه‌های اسماعیلی سامانی و شامنصور شهر دوشنبه، سرداران شعبه‌های ریاست وزارت کارهای داخلی در نقلات در خط فرودگاه شهر دوشنبه، در خط راه آهن و در ولایت سوخت از حساب کادرهای جوان و ورزیده ساحه تعیین گردیدند. جهان در جهان‌نما با حافظ محمد علی.